تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. این در این شعر حافظ به شطرنج اشاره میکنه و به اصطلاح‌های شطرنجی. اول میگه که چه بازی رخ نماید. خب این رخ یک ایهام داره، هم به این معنی هست که چه بازی در روزگار چهره خودش نشون بده، یعنی زمانه چه بازی بکنه، چه اتفاقی بیفته، و هم رخ شطرنج هست، اون عرابه یا قلعه که ایرانیان وقتی که شطرنج به دستشون رسید نام رخ رو براش گذاشتن و در اون موقع حرکت رخ در مقایسه با بقیه مهره‌های شطرنج، اونجور که ما از توصیف‌های مثلا فردوسی متوجه میشیم، خیلی بیشتر و به اصطلاح دامنه دارتر بوده. مثلا اون موقع فرزین یا وزیر فقط یک حرکت میکرده یا فیل بیشتر از 2 یا 3 خونه حرکت نمیکرده، اما رخ مثل امروز میتونسته به طور مستقیم تا اون جایی که مانعی نداره پیش بره. بنابراین این عرابه سرنوشت به تعبیر حافظ و اون مهره از شطرنج که بیشترین حرکت رو داره و حافظ نقش عرابه سرنوشت به اون داده، حافظ میگه ببینیم چه بازی بکنه. ما هم بیدقیم، یعنی اون سرباز، مهره پیاده شطرنج، که البته یک تواضعی از خودش نشون میده، چون مهره پیاده بیش از یک حرکت نمیتونه، یک خونه نمیتونه بیشتر بره. هرچند که انوری در جای به این اشاره کرده که همون بیدق وقتی برسه به آخر میتونه تبدیل به فرزین یا وزیر بشه. اما حافظ اینجا متواضعانه میگه ما همین بیدقی که داریم در مقابل این رخ سرنوشت، هر بازی که اون بکنه یا هر نقشی که اون ببنده، ما هم بازی خودمون رو در مقابلش میکنیم. یعنی ما هم دست و پا بسته نمیمونیم، ما هم میبینیم که اون سرنوشت چیه، ولی در این حال از پیش هم بابت همه چیزهایی که اتفاق نیفتاده خودمون رو نگران نمیکنیم، صبر میکنیم اتفاقی که افتاد ما هم به طور متقابل بازی خودمون رو میکنیم و بیهوده نگران آن چیزی که ممکنه هیچ وقت پیش نیاد نخواهیم شد. در مصرع دوم عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست، این شاه نمادی از اون اقتدارهای فکری و معنویه. حافظ میگه برای رندها، همین پیاده های رند، هیچ شاهی که مرکزیتی داشته باشه و جزم باشه و مطلق باشه و همیشه باید از او پشتیبانی کرد و همیشه باید خود رو فدای او کرد وجود نداره، بلکه در هر بازی که رخ بنماید با اون خرد انتقادی این فرزین بازی خودش رو میکنه. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود. خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست.